ایو چطوری بچه ها؟ سال گست اینجاست. اومدیم با یک اومدیم با یک گیم تقریبا ترسناک دیگه جدید. آره چرا که نه، چرا نه. گیم جدید ترسناک به اسم Little Nightmares 3. قبل از اینکه زیاد زر بزنم بیام اینجا کاراکترمونم باید انتخاب کنیم. پشمام من یوروه میشم از ماسکش خوشم. من نه دختره، من نمیخوام دختره. خب این بازی همونجوری که شما میدونید لیتل نایتمرز 1 2 هم داره. اگه بخواین میتونم اونا رو هم برم، ولی چون که این بازی تازه اومده و جدیده از این کمپانی بازی، چقدر سریع لودینگش اومد. مدیسن 4 ساعت طول میکشید و آره دیگه اومدیم اینم بریم. مدیسن هم قرار نیست رهاش کنیم، البته بستگی به شما داره بچه ها. تو این مدت که من سپورت از گیم مدیسن رو گذاشتم، خیلی بازی ترسناک و جالبی بود و معماهای سنگینی داشت که باعث میشد که ویدیومون خیلی طولانی بشه بچه ها و اونجوری که میخواستم زیاد دوستش نداشتین نسبت به بازی No Another Human. فعلا Little Nightmares رو میریم. اگه دوست داریم مدیسن هم بریم لطفا کامنت و اینو بذاریم واسه من، خیلی ممنونم. خیلی اینترو طولانی شد. خب پس let's do this دیگه. بازی اومد، نمیتونم بگم ghost is out. خیلی خوب، ما یارو سیاپوسته ایم دوباره میگم ما یاروی سیاپوسته موش مرده. این دافولی هم هر جا بریم میاد دنبالمون. کفش من بازی های قبلیشو انجام دادم، یعنی بازی 1 و 2 اینا، لیتل نایتمرز 1 و 2 رو انجام دادم و میدونم که این الان باید پرتش کنیم. پرتش هم کردیم. آره کلا پازلیه دیگه گیم. حالا ببینیم که این چجوریه. واقعا من هیچ ایده‌ای ندارم تو این بازی و قراره چه کار بکنیم چه کار نکنیم. بودو پسر بودو قربون هیچ. دافولی بیا دنبالم سریع. بودو. حالا این اولش یکی نکنه اونو پاره کنیم مثلا. زیاد ترسناک نیست ولی هیجانیه. حالا بهتره که ما یکم چیکار داریم میکنیم کسکی. بله داریم میریم بالا، داریم با سرعت واقعا آرام میریم بالا. داریم میریم بالا هنوزم داریم میریم بالا دادش، داریم میریم بالا. آره ما خطریه خاصی داره به من چون من اینجا سیاه پوست زرنگ. مادرتو گاییدم پوست کشم اینقدر که پوست کنم. بپر دیگه خب مادر قبل بابا کسکش بپر دیگه. برو بالا ناموسم قامت بیاد بابوسم. وای این اصلا اینو نیست. درجا میاد بالا. اینا چی هم مردن اینجا؟ صدای خوبی نمیاد. برو از همه ببین سوراخ سنبه پیدا کرده واسه ماست. تجربه از گیم های لیتل نایتمرز. خب الان ما اینجا واقعا ناموسن قراره چه گوی بخوریم. دماغم میخوره. نه چه باحال. چقدر آدم به درد بخوری این دختره. حیف که باید سیاه پوسته.
تیر کن. آجی من عاشق این گیم شدم، شاید باور کنم. تیرو ول کن. چی شد؟ خب هرچی اینو باید بگیریم بکشیم اینجا. بیا. من سیاه پوستم، قرار نیست کنم. وای خیلی دارم اینو میگم، 100% بند میشم. اوکی. اوه باید کلیک پیدا کنیم مثل این که یا این آبجیمون میتونه باز کنه. میتونی بازش کنی؟ نه نمیتونه بازش کنه. خواهر بیا ببینم، بیا دنبال برده سیاه‌پوستت بیا. وای بسته دیگه گست. آها برعکس این چیه؟ نه بیا اینجا. نه خب کشی؟ ما رو میکشه بالا. آسانسور سال 1850 شد. مردم قبل 1385 مغز نیست که پهنه نام. خب لولر میگیریم میکشیم، پله باز میشه و این یارو میاد اینجا کمکمون میکنه که اینجا رو باز کنیم. کوتوله خب بیا اینجا رد شو دیگه. خب بابا رد شو دیگه، اینقدر جوه. حالا زحمتش که باز شماست، ما به خدا شما من تو این دنیا ها بودم و خیلی زرنگ میشه. تیر کن. کلیدو بگیر. عاشق تیر کمونم شدم. تیر کمونش هم تو کونش غیب میکنه. دیدی کلیدش چیکار کرد؟ این واقعا نکته منفی گیم خدایی. تو لیدل نایتمرز 2 گیم دومش اینطوری نبود. مثلا چیزهایی که ورمی داشتی تو دستش میمون، کلید تو دستش میمون، یا اسلحه‌ای که ورمی داشتی از زمین دستش میمون، بس سنگین بود تو زمین کشیده میشد. چه کسیه میگم میشه. Let's do this. Hello. Oh my god. بابا بیخیال عظمت و نگاه ناموسن این ما رو جر میده. بیا کمک کنی در یک تخمی رو واکنم. بیا بیا چی هست بخریم. همزمان آخرین دست مینیه. امبرلا وی بابا تو چرا حرفه‌ای انجام میدی؟ یا نشیم بیا بریم نشیم بزن بشکن. آفرین دختر ماشاءالله دختر. وای
از چپ هست منطقه. تو اینجا کمکم کن در رو کنن. زود باش. من چرا بودو خوشگم کرد داریم با مینیه اصلا اساس نداره. خدا این مدیسن با مغز و روان آدم بازی میکرد. خیلی ترس. از شدت استرس من اصلا نمیتونستم فکر کنم. الان اینجوری میبینی این آب خوردن دارم حل میکنم معما رو، ولی تو اون گیم تخمی لامصب اینقدر حجم استرس گیم بالاست که اصلا نمیتونی کاری بکنی، چون نمیشه اصلا مغزت کار نمیکنه که بخوای معما رو حل کنی. لاشیا گیم رو خوب ساختن واقعا. این گیم پرفکت به نظر من باید دیده میشد. فلش لایت نداریم آیا؟ فلش لایت جنازه هم تیر کن اشمان واقعا میتونه بزن. خیلی بالا از چرا تیم کمونش بدم. نه ای بای مردم. بیا دافیلی بیا بریم. تیر میکنیم میفته این میره کارشو تموم میکنه. چقدر بخور مثل این که باید فوکوس کنم تو گیم باشه. برگاه خیلی جالبه. این بازی هم خیلی جالب شد. همکاری و زدن و ترکوندن، ولی عوضش دیگه اون قدیمیه نمیشه دیگه. دنیا فکر کنم اوه چه نینیه دیدین گفتن نینیه. این نینیه حقی بوده. طبیعتا ما نباید اونجا بریم دیگه. طبیعتا دیگه
جنگل اون که خطر است فکر کنم برم آنجا کیر بشم من زنگ تازی نکنم آمبرلو میگه از اینجا نه آمبرل ناموسه اینجا بشین دیگه لازم نیست اونو بگیر ما خیلی بگیم وای خدایا چقدر عالی دارم میرم من جلو انگار 10 بار این بازی رو تموم کردم خدا وکیلی از این به بعد بازی های بازی این از من دارم هرجا رفت چی میادی؟ بودو نینی رفت بودو تا پولی بیا سولاخه میریم تو هرچی سولاخ سنبست ما میریم تو کارمون هم اوشه چی؟ برگویی او مای آمبرلو بشین آفرین بودو پایین آمبرلو نده بودو برس آفرین بیا اینجا 100% میاد اصلا ببین امکان نداره نیاد چی میشم من بودو قبل از اینکه بیاد بودو میدونم دیزگان بازی واقعا گیم شاهکاری دیزگان واقعا گیم شاهکاری جزئیات خیلی بالا پشمان میخواد من شنیده بودم میگفتن دیزگان اندازه ردت سنگینه ولی باور نمی‌کردم حقیقتش چی حالونو برداری؟ چی پیدا کردی؟ چه میگیمش دیگه؟ اینجا از اینجا به بعد شد چقدر بهتر شد کاستومایزش کردم قشنگتر شد الان چی بود؟ الان این واقعیت نداشت این دخترم این از پورت اول بازیه Little Nightmares 3
خیلی گیم جالبیه، امیدوارم که بتونیم تا آخرش بریم، البته با لایک و کامنت و حمایت های شما، چرا که نه، این کار شده نیست. اگه ببینم که خوشتون میاد، دوستش دارین، چرا نذارم، حتما. خیلی ممنونم که تا آخر تماشا کردی. Ghost is out.